مثل اینکه بارون میاد. ببینم تو هیچ وقت حالا مونترال بودی؟ کی من؟ من گوش کن خادم اگه بتونی یه خورده همت به خرج بده و شانس باشه میتونی زندگی اشرافی نه درسته البته. اولین کاری که باید بکنیم اینه که یه اسب قبراق برات پیدا کنم. اسب؟ عمرم اسب نداشتم، اصلا سواری بلد نیستم. یاد میگیری؟ یاد میگیرم